اف دوريت مقالات باشن طيباتي بقطابية چين ورزي دوه قطابي مفايك زوج و دورات بينيتن قطابي شنو المال بيتن وقتي بلاش بتشيتن ديتا فيري سردان فيريت كاتن مفاي بخش و دورات بينيتن ومستاجد زيراكن وبنجهجي جالك باشا اف خولب ین هاوینی نه به همی بابتن پولا دوازده نه به هر دو بشن وین زانستی و جیو وکرنا وان خولان ممرم به او هم هاری کاری بو قطابیان و هم برنگه که دیجی که بازرگانی به وان قطابیان نهیده کرن کو پتریا جهن طایبه درابن وکرنا وان خولا کو قطابی بخوشید و قناقه دا بارگرانی سر خزانه خو هم جیوت که بازرگانی به نهیده کرن هم كان أولي بهار يعني لبرجي يكا أي وشينين لبرجي بنجا أجاد هم كان لو أنا 6 سال بيد لذكريانا أكريات توما كي بنزلم لدش شهر زورو هاته يما الشغل ترمانية بس فقط كارك مانه هي كارك كأنهم كارك آخري بيشويش إدامه هي بفروشي چند کیلوه؟ هر نیم کیلو به کیلو حساب کرد. همون سالیم با کالاک زکریان کالاکی خاصه طعمی خوی هی هر کالاک به نازی خوی طعمی خوی هی لذتی حچه سال من ددوانزه باریم وام کالاکه. نزیکی 7 مال اما خریج ام کالاکینه. ام کالاکیشه نزیکی مانگه 40 شو اما کالاک فروشین و تینین یسر ام جادواییه. Norway Cup is pretty fun and it's a good place to hang out with your friends and play football and meet new people too. There are many people from around the world coming to Norway in Oslo for Norway Cup and we get to new people, new nationalities and learn about them. I would very much like to congratulate the Kurdish team with a big win today here in Oslo. Congratulations, a very good job. دلخوشیک گلک خوش چه دکه به کردن گل نروژ دجین و زیبیدارم کدرگه مدیا دجی کردستانی جی به ونا گلک کیف خوش بون ساعت و خوش گلک سپاس کن با کردستان 24 گو خبات دیرکت رید که با ولات و با جهانی